با دستگیری تشکیلات جمعیتی میر، مرکز امکانات بهره رشد، سمیناری آموزشی در دایره لایحه رشد اقتصادی زنان و جوانان توسط تقویت فعالیت اساسیاسیون زنان سرور در دهات برای اعضایان اساسیاسیون منطقوی زنهای سرور گذرانیده شد. در این سمیناری آموزشی از 4 جماعت اسفره و از 2 جماعت بابوجان غفروف زیاده از 20 نفر زنان پیشصف اشتراک نمودند. Этот тренинг направлен на то, чтобы женщины-лидеры больше узнали о том, как они могут работать в своих сообществах. Надеемся, что этот тренинг поможет этим женщинам работать с уязвимыми группами населения в своих сообществах, помогать этим людям, что те инициативы, которые смогут эти женщины реализовать, решат актуальные проблемы в этих сообществах. семинар طول 3 روز دوام کرده در آن مسائلی که امروز در جماعت، دهات و یا جای استقامت آنها هست بررسی کرده شده. راه و روش‌های حل آن را ترینران برای زنان فعال سمینار نشان می‌دهند. سمینار آموزشی در چند بخش دایر گردیده. یکی از بخش‌های آن مسئله گذاری و حل آن بود که از طرف ترینران پیشنهاد شده. هر نفر فکر خود را دایره حل آن پیشنهاد نمودند. معماهایی که در جماعت‌های همین در جماعت‌های ما و اینجوری در جماعت‌هایی که در اینجا اشتراک دارند تا آخر ترینینگ می‌خواستیم همین معماها رو حل کنیم و برای برطرف کردن این معماها کوشیم و می‌خواستم که این خیلی ترینینگ‌ها باز زیادتر شود، چون که موضوعی که امروز برداشتن بسیار هم موضوع مبرم روز است. پیشگیری خشونت، مثلا پیشوا شدن یا مشکلات رو در عائله ها، مشکلاتی که عائله ها دارن اون رو حل کردن، در حقیقت موضوع های مبرم روز است. مقصد اساسی گذرانیدن این سمینار را نادره یعقوبووا ترینر مذکور بلند برداشتن مقام زن در جامعه، آموزانیدن زنهای پیشوا در راه فعالیت و وظیفه خویش در مورد با کی همکاری کردن یا با کی مراجعت کردن و راه دیگری حل مسئله را جستجو کردن است. زنها این لیدران که در این سمینار اشتراک کنند بسیار معماهایی که در جماعتشان هست بسیار معماها رو برداشتند. مثلا بسیار معماهایی که بین سرحدی هست که اسفره هم بابوجان غفورов در نزد سرحد جای گیرند، معماهای بین سرحدی، معماهایی که بیشتر مثلا بین جوانان دچار میشوند، معماهایی هستند که بین خودی در محله چنین دچار میشوند، آنها بسیارتر این معماها رو برداشتند. لایحه از طرف وزارت کارهای خارجه، سودا و رشد کانادا دستگیری یافته ماه اکتبر سال 2019 تا ماه مارس سال 2020 عملی می شود. گزارش سید مختار سید انور، نعیم ایوبوف، شهر گلستان، خبر.